درود بر خداوند بخشنده و مهربان. من آرزو میکنم که من تمنا می نمایم که آهی مردم تاجیکستان به گوش پروردگاری میرسد و ما را از این ورطه ناامیدی، از این میدان ظلم و ستم در تاجیکستان بیرون میکند. محترم نامحترم امام علی شریفویچ، چند روز پیش شما در خوجند بودید. این سفرهای شما برای مردم درد سر زیاد ایجاد میکند. هزاران کودکان، طالبهای مکتب ها به کوچه ها میریزند که به سوی شما دست افشانند، در نزد شما برقصند و حتما شما باید یگان کارخانه با قیچی لینت بوری کنید، یا که یگان مکتب یا حتی یگان حاجتخانه. حتی درباره شما یک لطیفه بسیار خوبی مردم ایجاد کردند. حسن سعداللهی به خانم شما زنگ میزند: عزیزما یزدم کجا ده؟ عزیزما میگوید که ایست کنی من دورین شکف بینم، یعنی دورین جوان بینم. حسن میگوید این یزدم در دورین جوان چیکار میکنه؟ بوزباله جان نمیشد کو؟ عزیزما میگوید اگر قیچی همونجا نباشد، اگر قیچی نباشد یعنی کجا لینت بوری رفت، اگر قیچی باشد در خانه است. این است بهترین سفرنامه شما. و در همین خوجند شما نشرمیده یک مجسمه بینوایی، یک مجسمه بیخردی، یک مجسمه بیعقلی را با نام بلندترین بیرق در شمال تاجیکستان بریدید با قیچیتون و نرخ این بیرق $750,000 ارزش داشت. در یک کشوری که گدا است، در یک کشوری که مردمش به گدایی مشغولند، در یک کشوری که در دست یک دسته رهزن است، مثلا یک بیرق به این قیمتی، به این گرانی به کی در کار است؟ مگر نمیشد که به جای این بیرق شما یک کارخانه تأسیس میکردید؟ شما به جای این یک بیرقی که به کسی در کار نیست یک مکتب میساختید، یک بیمارخانه میساختید، یک راهی میساختید. و همین گیگانتمانی هم یعنی یکی از بیماری های شما است. همون چایخانه که در دنغره در وطن خودتان ساختید قریب $60 میلیون ارزش داشت. و اون کتابخانه ملی که شما ساختید و اصلا کسی اونجا نمیره، در اونجا کتاب هم ندارد، به کی در کار هستند؟ و حاضر شنیدم که در نزد کویل کمسمال شما با یک چایخانه بدواهمی دیگه میسازید که اینم قریب $50 میلیون ارزش دارد. چند روز پیش در شهر بروسل بودم و با سیاستمداران اروپایی صحبت داشتم. آنها به من حیران شد، یک سوال دادن. گفتن که ما میدونیم که کشور شما کشور گستربیت راه است، ما میدونیم کشور شما یکی از کمبغل‌ترین کشورهای دنیا است، لیکن چند روز پیش از بلژیک تاجیکستان با مبلغ بیش از 4 میلیون یورو نهال خرید. من واقعا اول حیران شدم، باور نکردم. بعد به دوشنبه زنگ زدم و در مطبوعاتم خواندم که واقعا یک کشور دوری اروپایی نهال خریدن و بردن دوشنبه. این چه نشان میدهد؟ این نشان میدهد که رحمانوف از اقتصاد بو نبرده است، نه از سیاست بو برده است، نه از اقتصاد بو برده است، نه یگان علم دیگر. فقط یک علم رحمانوف میداند، علم واهمه. رحمانوف یک ابوالواهمه است. همه چیزش باید که از همه بیرق کلان در تاجیکستان باشد، از همه قصر کلان در تاجیکستان باشد، از همه مسجد کلان باید در تاجیکستان باشد. اگر ذره دل رحمانوف به خلق میسوخت این کارایی نمیکرد.
لیکن چرا رحمانوف مخصوص همین خیلی ساختمان دوست می‌دارد، ساختمان دوست می‌دارد؟ فقط به یک خاطر، اول به خاطر اون که مثلا یک واهمه کند و دوم به همین بهانه از پول بودجت، یعنی از پول جیب شما اینا مثلا به 40 میلیون اگر یک بنا سازن 10-15 میلیون همیه میدوزن و به جیبشون میزنن. فقط به همین خاطر نباشد از پول بودجت مثلا ساختن چایخانه چی معنی دارد به این قیمتی، به این گرانی. لیکن باید باز یک بار میگم ایمان شریفوویچ، وقتی فرار تو آمد تو باید وطن را ترک کنی.